وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شدید العقاب. و آنچه را که رسول الله برای شما آورده است بگیرید و اجرا کنید و آنچه را از آن نهی کرده است خودداری نمایید و از الله بترسید، بیگمان الله سخت کیفر است. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز میکنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستید همیشه شاد و خوش و خرم باشین. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که در این قسمت در که خدمت کارشناس محترم برنامه جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. در خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و من در ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب عالی ان شاء الله خواهم بود. سلامت باشین. بینندگان عزیز، همونطور که میدونید ما از چندین روش سوالای شما رو دریافت میکنیم، از طریق SMS، از طریق پیام‌های صوتی، از طریق ایمیل و از طریق حتی صفحه فیسبوک میتونین که سوالای شریعتون را ارائه بدین و طبق روال معمول نیز از سوالایی که از SMS فرستادین ما برنامه را آغاز میکنیم. بیننده پرسیدن که یک مرد در یک مجلس به زن خود 3 بار بگوید طلاق طلاق طلاق، آیا 1 بار حساب می شود و یا 3 بار؟ الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در مورد طلاق ثلاثه که 3 طلاق در یک مجلس یا 3 طلاق با 1 لفظ، یعنی یک فردی در یک مجلس 3 مرتبه به خانمش به قصد طلاق دادن بگوید که طلاق هستی، و یا اینکه در یک جمله به خانمش بگوید که 3 طلاق هستی. از دیدگاه عموم فقهای اهل سنت و الجماعت، مذاهب 4گانه اهل سنت و الجماعت، به هر تعداد طلاقی که یاد کرده باشد طلاق واقع می شود. اگر گفته باشد 2 طلاق یا 3 طلاق، همان 2 طلاق یا 3 طلاق واقع می شود. گرچه این نوع طلاق یعنی طلاق دادن در یک مجلس و در یک طهر بیشتر از 1 طلاق یا با 1 لفظ 3 طلاق بدهد یا 2 طلاق بدهد، این یک نوع طلاق بدعی هست، یعنی طلاق نامشروعی هست، برخلاف چیزی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما آموزش دادن. اما طلاق بدعی باز هم واقع می شود، یعنی ولو این که فردی خانمش را در حالت عادت ماهیانه طلاق بدهد یا در طهری که در آن طهر با خانمش نزدیکی کرده باشد، یا 3 طلاق در یک مجلس یا 3 طلاق با 1 لفظ صادر بکند که تمام اینها نمونه های از طلاق بدعی هستند، از دیدگاه جمهور فقهای اهل سنت و الجماعت طلاق واقع می شود. جزاکم الله خیر.
بیان دیگری گفتن که من بسیجی هستم و داخل سپاه خدمت میکنم و معاهد شدم، آیا حقوقی که میگیرم گفتن که حرام است یا حلال و حکم کاری که میکنن چیست؟ بستگی به این دارد که هدف این برادر از این که در بسیج رفته چی هست و اگر هدفش این باشد که با یک گروهی یا با یک نظامی یا با یک تشکیلاتی همکاری بکند در راستای از بین بردن حق و حقیقت، در راستای ظلم و ستم بر مردم، قطعا این حرام هست و حقوقی را که بابت این مورد، یعنی اذیت آزار کردن مردم یا در واقع کشتن افراد بیگناه دریافت می‌کند، چون این موردی از نظر شرعی حرام و ناجایز هست. اما اگر یک سری کارهای خدماتی هست که به نفع خود این فرد هست یا به نفع جامعه هست، اگر این فرد نباشد چه بسا که ضرر و زیان بیشتری مردم ببینند به خاطر جلوگیری از ظلم و تجاوز رفته است، در این صورت از نظر شرعی اشکالی ندارد و جایز است. جزاکم الله خیر. بیان بعدی گفتن که اگر شوهری به زنش بگه که اگر این کار را کرد جایش تو خونه نیست، اینجوری بگه که هرگاه این کار را کردی دیگه، یا بگه رفتی عروسی دیگه بر نگرد خونه، شوهر هم خبر نداشته باشه که اون زن رفته باشه و یا اون کار را انجام داده باشه، حکمش چیه؟ و زن هم از ترس شوهرش بهش چیزی نگفته باشه چون که ترسیده که با 5 فرزند زندگیش خراب بشه. گفتن حکم این کار که بدون خبر شوهر کار انجام داده چیه؟ و گفتن که حنفی هم هستن، اگر توضیح بدید. این جمله‌ای که شوهر به کار برده که اگر رفتی دوباره بر نگرد یا برو، یعنی خانه پدر و مادرت برو، اینها یعنی صریح نیستن در باب طلاق، یعنی لفظ صریحی در باب طلاق نیست، گویا که لفظ طلاق را به کار نبرده و این الفاظ نیاز به نیت دارند، بدون نیت با این الفاظ طلاقی واقع نمی شود. بالفرض اگر خانم برود و هدف شوهرش طلاق دادن نبوده، طلاقی واقع نمی شود، زیرا که این الفاظ نیاز به نیت دارند، صریح نیستن در باب طلاق. منتها نظر بنده در این زمینه این است که بالفرض اگر گفته باشد که طلاقی، نه اینکه گفته باشد خونه دوباره بر نگرد، خونه برو خونه پدر و مادرت یا موارد دیگر، بالفرض اگر هم گفته باشه که طلاق هستی، این در واقع یک نوع قسم به طلاق هست، تهدید به طلاق هست و چون که هدف من در واقع زن هست از این که به فلان جا نرود یا فلان کار رو انجام ندهد، هدف طلاق دادن نیست و هدف قسم بر طلاق هست، در این صورت طلاقی واقع نمی شود ولی اینکه زن این کار رو انجام داده باشد. جزاکم الله خیر. اگه کسی نماز صبحش قضا شد و ساعت 9 از خواب بیدار شد، نماز بخواند یا صبر بکند بعد نماز ظهر بخواند؟ از نظر شرعی و مصالح شرعی که انسان باید مد نظر قرار بدهد، انسان مسلمان همیشه باید مواظب و مراقب اوقات نماز باشد، تدابیری بیندیشد که همیشه بتواند نماز را سر وقتش ادا بکند، چه وقت نماز فجر باشد یا نمازهای دیگری هست. و بدین منظور رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند شب نشینی از نظر شرعی جایز نیست و مکروه است، در صورتی که منجر به فوت نماز صبح بشود. انسان سعی بکند که شبها زودتر بخوابد تا اینکه به مقدار کافی استراحت کرده باشد و بتواند برای نماز فجر به راحتی در واقع بلند بشود. منتها اگر شخصی بنابر دلایلی الان خواب افتاد و نتوانست که سر وقت نماز فجر را بخواند، هر وقتی که بیدار شد باید نماز فجر را بخواند. تأخیر نماز از وقتی که شما بیدار شدید جایز نیست. تا زمانی که انسان خواب هست و نتوانست بیدار بشود، میخواسته که بیدار بشود اما نتوانست، مقدر نبوده که بیدار بشود، از نظر شرعی گناهی برگردن شما نیست، زیرا که این به اراده شما نبوده و شما میخواستید که بیدار بشوید برای نماز اما خواب رفتید، یا خوابتون سنگین بود یا کسی نبود که شما را بیدار بکند، احتمالا شاید این اتفاق برای بعضی از افراد بیفتد. به محض اینکه بیدار شدید باید نماز صبح را بخوانید، یعنی صبر نکنید تا اینکه نماز بعدی فرا برسد، تا وقتی که نماز ظهر فرا برسد. فرض کنید شما ساعت 7 از خواب بیدار شدید، 8 بیدار شدید، 9، 10، هر وقتی که بیدار شدید
و اگر قبل از طلوع آفتاب بیدار شدید که خب وقت نماز فجر هست، باید فوراً وضو بگیرید و نماز فجر رو بخونید. اگر دقیقاً وقت طلوع آفتاب هست، یعنی هنوز قرص خورشید به صورت کامل طلوع نکرده و بر نیامده، یک مقداری صبر بکنید، 10 دقیقه ربع ساعتی صبر بکنید و بعد از آن نماز صبح را بخوانید. اگر بعد از طلوع فجر بیدار شدید، به محض اینکه بیدار شدید اولین کاری که میکنید وضو بگیرید و نماز صبح را بخوانید و صبر نکنید تا وقتی که نماز بعدی میاد. و این توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و فرمودن من نام عن صلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها. هر کسی از نمازی خواب افتاد، وقت نماز بود خواب افتاد، یا نمازی رو فراموش کرد، یادش شد، به محض این که از خواب بیدار شد و به محض این که یادش اومد که نماز قبلی رو نخونده، باید اول نماز قبلی رو بخواند و بعد نمازی که فعلا وقتش رسیده. و لازم نیست که شما صبر بکنید و درست هم نیست که شما صبر بکنید و تأخیر بیاندازید نماز فجر را تا نماز ظهر. درست. جزاکم الله خیر. در اینجا از اتاق فرمان خواهش میکنم که شما تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنه و همچنین بینندگانی که قصد دارن تماس بگیرن لطف کنید سوالاتون رو به صورت مختصر آماده داشته باشین. وقتی هم که تماس وصل شد لطفاً از طریق گوشی تلفن به صحبت ادامه بدین، منتظر نباشین صداتون از تلویزیون پخش بشه چون صدا دیر میاد. تشکر میکنم از شما بینندگان. بیننده دیگری پرسیدن که آیا گوشت خرچنگ حلال است یا نه؟ خرچنگ که یک حیوان به اصطلاح دریایی یا دوزیست است، از نظر شرعی با توجه به کلیاتی که در این زمینه وارد شده، به طور مثال الله متعال در سوره مائده می‌فرماید احل لكم صید البحر و طعامه متاعا لكم وللسیاره، که الله متعال صید بحر را، صید دریا را و طعام دریا را برای شما حلال قرار داده. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه در تفسیر صید البحر میگه صید البحر ما استید، یعنی اون چیزی هست که شما شکار میکنید، و طعامه اون ماهی هایی هستند که خود مرده هستند، بر روی آب میان و شما میتونید اونها رو با دست بگیرید. و رسول الله صلی الله علیه وسلم در روایتی که در سنن اومده ترمذی و ابو داود نقل کردند، رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد دریا فرمودند هو الطهور ماؤه الحل میتته، دریا آبش پاک هست و مردارش حلال هست. و الحل میتته، میتهش یعنی حیوان خود مردهش در واقع حلال هست. و در مورد به اصطلاح مواردی که حلال هستند یا مواردی که حرام هستند، ما آیاتی و روایاتی رو یعنی صریح داریم در این زمینه که آنچه را که حلال هستند و آن چیزی را که حرام هستند الله متعال با تفصیل بیان فرموده. و حتی امام بیهقی رحمت الله علیه در سنن خودشون یک روایتی رو دارند و نقل میکنند از رسول الله صلی الله علیه و سلم که ایشان فرمودند که ما حل الله فی کتابه فهو حلال و ما حرم الله فی کتابه فهو حرام. هر چیزی رو که الله در کتاب خودش حلال کرده برای شما حلال هست، اون چیزی رو که گفته که حرام هست اونم برای شما حرام هست. و ما سکت عنه فهو عافیه، و هر چیزی رو که الله متعال سکوت کرده، یعنی نگفته که حلال هست یا نگفته که حرام هست، این یک عافیتی هست. فاقبلوا من الله عافیته، این عافیتی رو که از جانب الله متعال برای شما بیان شده اینو در واقع قبول بکنید. فإن الله لم یکن نسیا، زیرا که الله متعال فراموش نکرده. یعنی الله متعال مواردی رو که حلال هستند اینها رو بیان کرده، مواردی رو که حرام هستند با تفصیل بیان کرده، و مواردی رو که ساکت شده معنیش این است که حرام نیستند بر شما. مواردی رو که سکوت شده در آیات قرآنی در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به این معنی است که برای شما حرام نیستند. و در مورد حیواناتی که حرام هستند یا حیواناتی که حلال هستند یک سری قواعد کلی رو فقها وضع کردند برای تشخیص دادن مواردی که حلال هستند و مواردی که حرام هستند. به طور مثال گفتن باید حیوان مذبوح باشه، یعنی ذبح شده باشه. و در مورد حیوانات دریایی رسول الله صلی الله علیه و سلم صراحتاً فرموده الحل میتته، نیازی به ذبح ندارند، خود گرفتنش در واقع همون ذبح کردنش هست. یا جزء ذی انیاب نباشه، یعنی نیش نداشته باشه، دندان ناب نداشته باشه، یعنی جزء حیوانات شکاری و درنده نباشد. یا قاعده دیگری که جزء مستقذرات نباشد که طبع انسانون رو قبول نمی کند مانند حشرات. و این موارد که از نظر شرعی با توجه به این اصول کلی اسلام حرام هستند.
و در مورد خرچنگ دریایی و همچنین مواردی دیگر که شبیه به این مورد هستند مانند میگو و موارد دیگری که در این زمینه هستند، عرض کردم که در این صورت نص صریحی که دلالت بر جواز داشته باشه یا دلالت بر حرمت داشته باشه در قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین چیزی دیده نمی شود و بنابر کلیاتی که در این زمینه وجود دارد این موارد جزء موارد حلال هستند، جزء موارد حلال هستند، مگر مواردی رو که از نظر فطری و فطرت سلیم بشری اون رو در واقع قبول نمی کند و جزء مستحضرات هستند و رأی اکثر علما هم در این زمینه در مورد خرچنگ یا در مورد میگو این است که اینها جزء مواردی جزء همون صید البحر در واقع شمرده می شوند و از نظر شرعی حلال هستند. منتها در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه برخی از فقها نظرشون بر این است که میگو و امثال آن و همچنین خرچنگ اینها رو جزء صید البحر اساسا حساب نمی کنند و صید البحر تنها به ماهی و انواع متفاوت ماهی اطلاق می شود و حتی برخی از علما تاکید کردن بر این که این موارد جزء مکروهات هستند. اما عموم اهل سنت و مذاهب اهل سنت و الجماعت معیارشون آیات کلی هست که در این زمینه وجود دارد و هر چیزی رو که از دریا شکار بشود و از نظر در واقع فطری مستحضر و این بد نباشد انسان از خوردنش چندشش پیدا نمی شود جزء موارد حلال شمرده می شود. درست، جزاکم الله خیر. تماس بینندگان عزیز آماده است و بنده باز تکرار میکنم کسانی که تماس میگیرن لطفاً سوالا را به صورت مختصر و آماده داشته باشند. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. من سوید صحبت میکنم، میخوایم یک سوال شرعی دارم. بفرمایید، در خدمت شما هستم. سوالی به این رقم است. اول خود سلام احترام به شما و آقای و استاد عبدالقدوس دهقان تقدیم میکنم. سوالی من این رقم است که اگر چند نفر حاجیان بعد از طواف و بعد از سعی به هتل میآیند و خودشان احرام دارد، یک نفر که احرام دارد میتواند که سر رفیق حاجی دیگه خود تراش کند و یکی از دیگه خود تراش کند؟ سوال دیگه هم دارین؟ در هتل مقصدی من که وقتی که از در هتل میان اینا میتونن سر یکی دیگه خود تراش کنند؟ درست. سوال واضحه؟ سوال دیگه هم دارین؟ نه، مقصد امیر اگه برای من لطفاً بگید که برای من حل شود. یعنی خود حاجی پیش از او که سر خود تراش کند میتونه سر رفیق خود از حاجی دیگر را تراش کند یا کم کنه مویایش؟ ان شاء الله پاسخ خود دریافت میکنید. این سوال واضح است. تشکر میکنم از شما. سلامت باشید. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. من چند تا سوال داشتم. بفرمایید. سوال اولتون؟ سوالم اینه که من خواب دیده بودم، تعبیرش که خواب دیدم که چند تکه ابر از آسمون پیدا شد و خورشید از طرف غرب اومد بیرون. بعد من تعجب کردم که باید خورشید از طرف شرق شروع کنه. بعد طرف شرق تا کردم دیدم که هر دو طرف خورشید بیرون اومده بود، یعنی دو تا خورشید داشتیم. بعد این که روی زمین اصلا روشن نبود، خورشید اومد بیرون ولی اصلا زمین روشن نمی‌کرد. بعدش میخواستم بدونم که این خواب شیطانه یا یه جور دیگه از خوبه یا بده. ساعتا 4 صبح بود که خواب دیدم. سوال بعدی این که آیا کسی که عادت ماهانه داره میتونه به مسجد بره، چون که مکتبمون اونجا برگزار میشه. سوال بعدی این که در حالت عادت ماهانه میتونی قرآن بخونی، بعد از صفحات قرآن از داخل گوشی حرفاشو میتونی لمس کنی؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه، ممنون از برنامه خوبتون. خدا نگهدار. سلامت باشین. از بینندگان خواهش میکنم که تعبیر خواب و چیزایی که در خواب میبینن را در برنامه مطرح نکنن که فقط سوالای شرعی و بحث فقهی که هست انشالله ما پاسخ بدیم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. در خدمت شما هستیم. سلام علیکم جناب مولانا.
بخش صداتون یکمی واضح نیست. بفرمایید سوالتون. آسایی شد؟ انشالله صحبت بکنید، ادامه بدین صحبتتون. مولانا صاحب یک سوال داشتم. نمازهای خفیه که بسیار به جماعت خوانده میشه چاشت دیگر یا پشت ملایمام که نیت کنی باز ملایمام چیزی که بخوانه آیا میشه یا مثلا الحمد شریف یا دیگر سوره را خود آدم بخوانه نماز تکمیل میشه یا تنها خود دستا چی شوه مولوی که بخوانه؟ درست. سوالی هم دارین؟ نه دیگه سوال نداشتم. بس یک ذره به چیز جواب بده. انشالله. تشکر از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. سوال ما است که راجع به اهل اعراف که در قرآن صحبت شده راجع به یا ما توضیح بدین که اینا کی هستند؟ اهل عروس؟ اهل اعراف؟ احراف. اصحاب اعراف؟ یک سوره به نام احراف هم هست. درست. من عروس تشکر از شما. خداحافظ. سلامت باشین. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. سلام خدمت شما استاد. علیکم السلام. سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. سوال شهریتون؟ سوال داشتم. گفتن که به مذهب حنیفی ما چیزی من پول داره روی کرایه خونه روی اجاره خونه ببینم که این زکات داره یا نداره. چه چیز داره خونه؟ رهن یعنی؟ چیزی من پول داره روی اجاره خونه ها روی اجاره خونه پول داره ما گفتم ببینم زکات داره یا نه. درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه تشکر. بعد این که چقدر 7 میلیون چقدر پول زکاته؟ 7 میلیون. 7 میلیون چقدر؟ هر میلیون زکات. آره. یعنی هر میلیون افغانی؟ نه ایرانی. درست. ما تو ایرانی. آره. درست. تشکر از شما. تماس بیننده بعدی میگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. می‌خواستم یک سوال از دوستان کنم. خواهش میکنم بفرمایید. همین دومرای ما میگن که اگر با صلاح نماز خونی یک رکعت از 70 رکعت حساب یعنی درسته؟ یک رکعت 70 رکعت. یک رکعت اگر نماز با صلاح بخونی صلاح در خلوت در تو اشاره می در صلاح میگن مدت توقی صلاح یک رکعت اگر نماز خونی یعنی با چه چیزی؟ یعنی با امامه؟ با جواب با صلاح میگن در تو اشاره میمونی. کلاه بر سر بذاری یعنی؟ کلاه درست. همین 70 رکعت شما کرامی درسته؟ سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگه ما درست وقتی که مکه و مدینه زیارت میرم خانه کعبه وقتی که همون سنگی که هست حجر اسود همون را میگه اگر زیارت کنه همون جرگه کمالویکه شهیدی متوقع دوری یکنومت که همین شهیدی در همین مکه و مدینه زیارت کرده. درست. یعنی بسیدن یا زیارت حجر الاسود دیگه. درسته؟ سلام باش. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. خسته باشید. سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. چند تا سوال داشتم. سوال اولم اینه که دو نفر با هم گوشتی گرفتن، یکیش خورده زمین مثلا ضرب مخی شده، الان خدا نخواسته اگر این نفر میره این طرف خوندار میشه یا نه؟ یکی هم سوال دوم اینه که در مورد خوراک رمضان اگه قصداً روزه رو بخوری مثلا غذا بخوری این باید یک روز مقابلش روزه بگیری یا 60 یا چند؟
بله 60 روز. سوال سوم هم این بود که من یه دفعه یعنی سوال رو پرسیدم از شما. قبلا من یک دختر دارم مثلا 7 ساله، خانم هم فوت شده بوده. این دختر 7 ساله الان این به همراه پدر خانم مادر خانم مثلا این 2 ساله که اینجا زندگی کرده، اونجا عادت کرده تلویزیون. الان این ازانه تیزی برای خودم و پدر مادر من میرسه یا به پدر خانم و مادر خانم میرسه که اونو ازانه کنه؟ مثلا اگر بودنام که برسه تا چند سال دیگه مثلا باز دیگه به عهده منه که من باید بیارم. الان پدر خانم و مادر خانم ناراحتم، کمی مثلا قطعی رابطه هم هست نه یا طرف ما مثلا او هم تا اونوز بچه دیگه اون پلی از نوعه. درست. سوال واضح. سوال دیگه هم دارین؟ سلامت باشین. خدا نگهدارتون. انشالله که بعد از این برنامه صبر کنید و پاسخ رو دریافت کنید انشالله، چون به ترتیب پاسخ میدیم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستم. این نماز که مال وتر این 2 رکعت میخونه، مثلا با 2 رکعت یه سلام مثلا میخونه، یا مثلا بعد 3 رکعت مثلا با مثلا یک تایید میخونه مثلا یک سوال مثلا بعد دیگه دوباره بلندش مثلا این برام توضیح دیگه. من این جام خیلی مثلا موقعیتی مثلا گناه مثلا موقعی. بله امکان گناه براتون زیاد است یعنی؟ بخش سال دوم سالتون قد داره میشه در جایی که هستی موقعیت گناه؟ بنده گرامی اگر صدای ما رو میشنوید لطفا صحبت کنید. ظاهرا تماسشون مشکل داره، چون سال دوم رو واضح نگرفتیم. تشکر از شما. تماس بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. بیننده گرامی صدای شما وصل، لطفا صحبت کنید. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بنده همیشه تکرارم میکنم که وقتی تماس میگیرین لطفاً منتظر نباشین صدا از تلویزیون پخش بشه، چون صدا دیرتر میاد و همین که صداتون وصل شد و ما گوشی رو برداشتیم یا صحبت شد، لطفاً به صحبتتون ادامه بدین، چون واقعا صداتون وصله و شما به استودیو وصلین و صحبت کردین صداتون رو میشنویم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. ظاهرا تماس مشکل داره. بینندگان ان شاء الله با هم میان برنامه میبینیم و دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود و بعد از آن ان شاء الله که به سوالا هم جواب دادیم دوباره تماس شما را خواهیم گرفت و سوالاتون را از الان به صورت مختصر آماده داشته باشین. با ما باشین بعد از میان برنامه. هنا بدأت الحكاية وما زالت فصول الرواية تحكي قصة شعب صامد وجرح نابض، قصة أرض مخضبة وحجارة مناضلة ودماء تروي أشجار فلسطين. كانوا في عيش رغيد تخرج لهم الأرض نبتها مدرارا، ويأخذون رزقهم من البحر صيدا وإبحارا. كانوا في عيش ينعم به ربهم عليه، يغدون خماصا ويعودون بطانا، لا يمنعهم من لذة عيشهم عدو غاصب ولا يهودي محتل. وفي ليل الظلم البهيم وفي حالة من غفلة الأمة وتفككها، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. خلال هذه الغفلة
هجم العدو المحتل الغاصب، فاشتغل في البلد سرقة ونهبا واغتصابا وتهويدا، رمل النساء ويتم الأطفال وشرد الناس، وأصبح الوطن الذي كان وطنا قريبا أصبح وطنا سليبا. لم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة، مزقوا الأرحام وفرقوا الناس وشتتوا الأوطان. بعدما كانوا في بيوت وأوطان أصبحوا في خيام في غير أوطان. بعد الجدة والغنى أصبحوا في فقر وحاجة. يعني في إنسان بينسى مسقط رأسه. يحمون المسجد أجيالهم النصر والعزة والتمكين. هكذا قال الله لقاءات في الحياة يا قدس باليسم ألوية. بسؤالي جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري. هنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقهه يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالي جئت لكي أدري. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده پرسیدن گفتن که قصد آمدن به حج دارن امسال و گفتن اگر کسی که بعد اینکه طواف و سعی انجام دادن و یک گروهی هستن به هتل آمدن، آیا کسی که خودش هنوز در حالت احرام هست و سرش را کوتاه نکرده میتواند سر شخص دیگری را بتراشد یا نه؟ بله، زمانی که مثلا حاجی یا معتمر اعمال حج را انجام داده و طواف و سعی را انجام داده، وقت تراشیدن سر هست، از نظر شرعی تفاوتی نداره و هم خودش میتواند سر خودش رو بتراشد. یعنی بعد از این که عمرش تمام شده یا بعد از این که در روز حج اکبر هست و اعمال حج رو انجام داده، در روز دهم و وقت تراشیدن سر رسیده، از نظر شرعی هم خودش میتواند سر خودش را بتراشد و هم این که حاجی دیگه میتواند سر حاجی دیگری رو بتراشد، ولو اینکه خود اون حاجی هنوز سر خودش را نتراشیده باشه. یعنی وقتی که وقت احلال اومده که از احرام خارج بشوند تفاوتی نداره. هم خود حاجی که اعمال حجش را و عمرش را تمام کرده هم میتواند که سر خودش را بتراشد، هیچ گونه اشکالی وجود ندارد و هم میتواند که سر فرد دیگری را بتراشد. یعنی برای تراشیدن سر بعد از به نیت خارج شدن از احرام شرط نیست که فردی که سر را میتراشد خودش از احرام خارج شده باشد. خود شما که عمرتون تمام شده میتوانید سر خودتون را بتراشید، یا اینکه فرد دیگری که اون هم در حالت احرام هست و اعمال حج عمرش رو تمام کرده میتواند که سر شما رو بتراشد. هیچ گونه اشکال و ممانعتی وجود ندارد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد خواب پرسیدن، هرچند که متخصص در خواب وجود نداره، گفتن چند تکه ابر در آسمان دیدن و خورشید را دیدن که از طرف غرب بیرون آمده است و بعض دیدن که خورشیدی از طرف شرق نیز وجود داره. این دو طرف خورشید وجود داشت اما زمین تاریک بود و روشن نبود. از نظر یعنی عملا مردم یعنی خوابهایی رو که میبینند نباید زیاد روی خوابها در واقع یعنی اهمیت داده بشه. بسیار از این خوابها
خوابهای پریشانی هست که چه بسا که مدلول و معنایی رو هم نداشته باشد. عموما خورشید در خواب به معنی قدرت و سلطنت و پادشاهی هست و اگر نقصی در نور خورشید مشاهده باشد چه بسا که دلیل بر یک نوع بیماری یا یک نوع مصیبتی خواهد بود برای اون کسی که این خواب رو درباره‌اش دیدند. درست. جزاکم الله خیر. آیا کسی که زنی که عادت ماهانه است میتواند مسجد برود؟ در زمان عادت ماهیانه جز مواردی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردند که زن در هنگام عادت ماهیانه وارد مسجد نشود و عموم فقها هم در این زمینه نظرشون هم این است که شخصی که در حالت جنابت هست یا زنی که در حالت عادت ماهیانه هست وارد مسجد نشوند. در این زمینه روایتی هست از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشون کنار در نشسته بودند و جانمازی خمری در داخل مسجد بودند. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که عایشه این جانماز روی خمره رو دستت رو دراز کن و به من بده که از داخل مسجد اینو بردار که در حجره حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها به مسجد باز میشد. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمودند که من در عادت ماهیانه هستم و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان حیضتک لیست فی یدک، که عادت ماهیانه که در دستت نیست، یعنی می توانید که دست خودت رو دراز بکنی و اون جانماز رو به من بدهید. خود این فهم حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که زن در حالت عادت ماهیانه وارد مسجد نشود، از این جمله ایشون که گفتند که من در عادت ماهیانه هستم، این معلوم می شود که حتی در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و در میان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و زنان آن زمان این حکم ثابت بوده که زن در حالت عادت ماهیانه نباید وارد مسجد بشود. جزاکم الله خیر. باز در مورد زنی که در حالت عادت ماهیانه سوال پرسیدن که آیا میتواند قرآن را بخواند، بخصوص وقتی که قرآن در داخل گوشی است، آیا میتواند حرفا را لمس کند؟ در مورد تلاوت قرآن برای زن حایضه بسیار از فقها این حالت حیض رو قیاس کردن بر حالت جنابت و گفتند که جایز نیست برای زن که در حالت عادت ماهیانه قرآن رو تلاوت بکنند. اما در این زمینه یعنی روایتی که بشود به آن استدلال کرد و این در موضوع این قضیه باشه وجود ندارد و دلیلی هم از رسول الله صلی الله علیه وسلم برای منع زنان از عادت که در عادت ماهیانه قرآن رو تلاوت بکنند دلیل واضح و آشکاری از رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نقل نشده و قیاس کردن عادت ماهیانه بر حالت در واقع جنابت یک قیاس مع الفارقی هست، زیرا که عادت ماهیانه طولانی هست و به اختیار خود فرد نیست، برخلاف جنابت که مدتش طولانی نیست و رفع کردن حالت جنابت در اختیار خود فرد هست و در اسرع وقت میتواند که این کار رو انجام بدهد. پس بنابراین نمیتوانیم که عادت ماهیانه رو بر جنابت قیاس بکنیم. پس بنابراین از نظر شرعی اشکالی ندارد، دلیلی وجود ندارد بر این که منع بکنند خانم ها را در عادت ماهیانه که قرآن را تلاوت بکنند. تلاوت قرآن برای خانم ها در عادت ماهیانه از نظر شرعی اشکالی ندارد و ممانعتش دلیل شرعی وجود ندارد. منتها سعی بکنند که در هنگام تلاوت قرآن رو دست نزنند. اگر مجبور هستند که از روی مصحف و قرآن بخوانند، حتما با دستکش یا پرده با چادری چیزی به اصطلاح برگه رو برگردونند و اگر از روی موبایل میخونند از نظر شرعی اشکال نداره. لمس کردن موبایل یا حتی لمس کردن صفحه موبایل برای عوض کردن صفحه از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی وجود نداره و موبایل اساساً حکم مصحف و قرآن را ندارد و دست زدن به آن و حتی دست زدن به صفحه موبایل در صورتی که بر روی صفحه آیات قرآن باشه هیچ گونه اشکالی وجود ندارد و دست زدنش جایز هست. تشکر میکنم از شما. در نمازهای خفیه و سری که به صورت جماعتی برپا می شود، آیا نمازگزاران خودشان قرائت بکنند یا همون قرائت امام کافی است براشون؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم در این مورد در طی روایات متعددی که از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده ایشون تاکید کردن بر این که انسان نمازگزار در هنگام نماز حتما باید سوره فاتحه را قرائت بکند و فرمودن لا صلاة لمن لم یقرأ بها، کسی که سوره فاتحه را در نماز نخواند نمازی برایش نیست. و قرائت سوره فاتحه از دیدگاه جمهور فقها و مذاهب اهل سنت و الجماعت جز ارکان نماز هست، یعنی حتما باید قرائت و سوره فاتحه قرائت بشود. و در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گرچه که عموم فقهای مذهب دلیلشون یعنی نظرشون بر این است که خود قرائت فرض هست و رکن هست، قرائت فاتحه رکن نیست، یعنی به صورت کلی قرائت فاتحه باشد یا غیر فاتحه، خود اصل قرائت رو گفتند که جز ارکان هست و اختصاصی نداره به تنهایی سوره فاتحه. منتها حتی در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بسیاری از علمای مذهب مانند امام محمد رحمت الله علیه و بسیاری دیگر از علمای معاصرین نظرشون بر این است که در نمازهایی که در حالت خفیه خوانده می شود و انسان پشت سر امامی هست که صدای امام رو نمیشنود، اولاتر و بهترین است که سوره فاتحه رو خودش بخواند، یعنی اکتفا نکند به قرائت امام در صورتی که قرائت امام رو خودش هم نمیشنود در نمازهای خفیه هست. و نظر امام محمد رحمت الله علیه از علما و ائمه و فقهای مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم در این زمینه این هست. و از دیدگاه جمهور علمای مذاهب اهل سنت امام شافعی و امام مالک نظرشون بر این است که قرائت فاتحه در تمامی رکعت‌های نمازها هم از نماز فرض یا نمازهای غیر فرض جز ارکان نماز هست و حتما باید خوانده بشود. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن که اهل اعراف چه کسانی هستند؟ اعراف به معنی جای بلند هست، خود اعراف به معنی جا و منطقه بلندی هست و اعراف یک منطقه هست در میان جهنم و در میان بهشت که در روز قیامت برخی از مردم در این وسط در واقع هستن و علی الاعراف رجال که بر روی اعراف و در این قسمتی که به سرزمین بلندی هست یا افرادی وجود دارند که اینها نه بهشتی هستند و نه جهنمی هستند. در تفاسیر اومده که این گونه افراد و این افرادی که در اعراف هستند و در میان بهشت و جهنم قرار دادن اینها کسانی هستند که نیکی ها و بدی هایشون در واقع مساوی هست، نه به اندازه گناه دارند که وارد جهنم بشوند و نه به اندازه ثواب دارند که وارد بهشت بشوند. اینها در این منطقه قرار میگیرند و الله متعال میفرماید زمانی که چهره آنها به طرف آتش برگردانده میشن دعا میکنن پروردگار ما را از اهل آتش قرار مده و امیدوار رحمت الله متعال هستند که وارد بهشت بشوند و نهایتا الله متعال اونها را مورد رحمت خودش قرار میدهد و وارد بهشت میکند. تشکر میکنم از شما. بیننده خواستن که طبق مذهب حنفی رای را بگیرن، گفتن که رهن اجاره خانه آیا زکات داره یا نه؟ چیزی رو که به عنوان رهن در واقع پرداخت می شود و به صورت امانت گذاشته می شود نزد صاحب خانه که در مقابل از خانه یعنی مستاجر بتواند از خانه استفاده بکند، از نظر شرعی این ملک خود در واقع مستاجر هست، ملکیتش عوض نشده، هنوز در ملکیت خود مستاجر هست، یعنی به صورت امانت یا به صورت رهن در واقع داده به یک فرد دیگر به صاحب خانه و ملکیتش هنوز مال خود این فرد هست. هر وقتی که از منزل خارج بشود میتواند اون رو طلب بکند و مال خودش رو در اختیار خودش بگیرد. پس بنابراین چون که ملکیتش مال خود مستاجر هست، پس بنابراین اگر به مقدار زکات رسیده باشد، به اندازه نصاب زکات باشد، زکات هم بر آن لازم هست و خود مستاجر باید زکات این مورد رو پرداخت بکند. سپاسگزارم از شما. مقداری گفتن که پول داریم، هر 1,000,000 تومان چقدر زکات داره؟ به صورت کلی زکات رو یعنی در خود 1,000,000 که باشه که در حد نصاب زکات نیست، تقریبا چیزی حدود 13 میلیون شاید باشه امروزه، یعنی معیار و نصاب زکات. و پولی تا زمانی که به معادل قیمت 85 گرم طلای 24 ایار نرسه که چیزی دوربر حدود 13 میلیون تومان ایرانی هست، زکات نداره و به این نصاب برسد و 1 سال کامل بر آن بگذارد.
وقتی که 1 سال کامل بر آن گذشت، از نظر شرعی حکمش این است که 2.5% زکات داره. یعنی کل مالشون حساب بکنن، وقتی به مقدار نصاب رسیده باشد 2.5% یا 41ش کل مالشون رو چه مقدار هست تقسیم بر 40 بکنن، 1 قسمتش رو به عنوان زکات باید پرداخت بکنن. جزاکم الله خیر. آیا این درست است که در حالتی که کلاه پوشیده باشی 1 رکعت نماز ثواب 70 رکعت نماز دارد یا؟ در مورد ثواب نماز که با عمامه باشد یا با کلاه باشد، در این زمینه روایات صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل نشده. روایتی هست که در دیلمی آورده در مسند الفردوس که میگویند که جملهش این گونه هست: رکعتان بعمامة خیر من 70 رکعت من غیر عمامه، که این 2 رکعت رو بخونی با عمامه باشه یا با شالی که روی سر میپیچن باشه، این ثوابش بیشتر از 70 رکعتی هست که بدون عمامه خوانده بشه. این روایت بسیار ضعیفی هست. اگر موضوع و ساختگی نباشد بسیار یعنی ضعیف هست. بسیار از علما اینو گفتند که اصلا حدیثی نیست و ضعیفی هست، و حتی تا جایی که برخی از علما معتقد هستند که این روایت جعلی هست، روایت موضوعی هست، این اصلا گفتار رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. و بالفرض این که قبول بکنیم که این حدیث مرفوعی باشه، گفتار رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، از نظر سندی بسیار ضعیف هست و قابل استناد نیست. و تفاوتی نداره که انسان در هنگام نماز کلاهی بر سر داشته باشد، عمامه‌ای بر سر پیچیده باشد، یا اینکه سر برهنه نماز بکند. این حالت ظاهری ثواب نماز را افزایش نمیدهد. آن چیزی که ثواب نماز را افزایش میدهد حضور قلب در نماز هست، خضوع و خشوع در نماز هست، ایمان و اون حالت درونی هست که ثواب نماز رو در واقع بیشتر میکند. اخلاص و خلوصی هست که انسان در هنگام نماز داشته باشد. اینا سبب می شود که ثواب نماز بالاتر و چندین برابر بشود. اما این که انسان کلاهی رو پوشیده باشد یا عمامه رو پوشیده باشد یا بدون کلاهی عمامه باشد، ثوابش بالا و پایین بشود، چون این چیزی از دیدگاه حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود نداره. و این روایتی که در این زمینه هست، روایت اگر موضوع و ساختگی نباشه، روایت بسیار ضعیف و غیر قابل استدلالی هست. و اگرچه برخی از فقها معتقد بر این هستند که پوشیدن سر جز مستحبات هست، در صورتی که جز زینت قرار بدهیم. اگر جز زینت و جز آرایش هست، در یک منطقه مردم عادت دارند که سر برهنه بیرون نمیروند. اگر سر برهنه بروند، این یک نوع ناجوان مردی شمرده می شود یا یک نوع در واقع بی احترامی به دیگران شمرده می شود. در این صورت مستحب است که انسان در حالت نماز هم سر خودش را بپوشد. اما خواندن نماز با سر برهنه بدون کلاه و بدون عمامه از نظر شرعی اشکالی ندارد و جایز است. تشکر می‌کنم از شما. در اینجا رفتن به مکه و مدینه، آیا بوسیدن حجر الاسود و زیارت آن جایزه یا نه؟ برای کسانی که یعنی توانایی داشته باشند در هنگام طواف، اگر که بتوانند که دست بزنند یا اینکه ببوسند حجر اسود را، این جزء سنت ها هست. اما نباید به خاطر بوسیدن حجر اسود یعنی خود را و دیگران را به زحمت بیاندازند. اگر شما در وقتی عمره کردید یا در زمان حج بسیار شلوغ بود و برای رسیدن به حجر اسود دچار مشقت می شدید، مجبور بودید که دیگران رو از سر رو و کول دیگران بالا بروید، بهتر این است که از این مورد صرف نظر بکنید و از همون دور دست رو بلند بکنید و تکبیر بگید. این کفایت میکنه. لازم نیست که حتما خودتان را یا دیگران را به زحمت بیاندازید برای استلام حجر اسود. تشکر میکنم از شما. برای دیگری گفتن که 2 نفر با هم کشتی میگرفتن و یکی از آنها ضربه مغزی شده است. اگر این شخص بمیرد، آیا این قتل صورت گرفته است یا نه؟ قتل که به اصطلاح صورت گرفته در هر صورت، بالفرض اگر کسی در مسابقه مانند کشتی بالفرض اگر بمیرد، این از نظر شرعی فقها، اکثر فقها این جزء قتل شبه عمد قرار میدن، در صورتی که شبه عمد هست. یعنی وقتی که با یعنی آله کشنده نبوده، خطا که در اونجا آله کشنده نیست، همون شبه عمد شمرده می شود و قصاصی در این صورت نیست. قصاصی در این صورت نیست، منتها دیه رو باید پرداخت بکنه. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که به عمدن در ماه رمضان روزشون را خوردن، الان میخوان قضا بگیرن، 1 روز روزه بگیرن یا 60 روز؟
در مورد خوردن روزه به صورت عمدی که انسان قصدن و عمدن در ماه مبارک رمضان روزه ای رو که شروع کرده روزش را بشکند، این متفاوت هست که این روزه را به چه صورتی شکسته است. اگر با خوردن و آشامیدن بوده همون یک روز قضا را دارد. اگر کسی روزه گرفته بود نیت روزه را داشت در ماه مبارک رمضان و در وسط روز قبل از غروب آفتاب روزه خودش را شکست با خوردن یا آشامیدن، حکم از نظر شرعی این است که یک روز دیگر باید به جایش قضا بیاورد. یعنی روزه شکسته، گناهی رو انجام داده، یک روز دیگر باید به جایش روزه بگیره. تفاوتی نداره که بنابر عذری بوده یا بدون عذر باشه، حکمش این است که یک روز دیگر باید به جایش روزه بگیره. تفاوتش در این است که اگر با عذر روزش رو شکسته گناهی برگردنش نیست، اگر که بدون عذر روزه رو شکسته گناهکار می شود. اما در هر دو صورت حکمش این است که یک روز دیگر به جای این یک روزی را که روزش رو شکسته باید روزه بگیرد. اما اگر شکستن روزه به وسیله همبستری بوده، اگر شکستن روزه به صورت همبستری بوده، یعنی این که زن و شوهر هر دوتاشون روزه بودن در روز ماه مبارک رمضان با همدیگر همبستر شدن، حکمش این است که باید یک برده رو آزاد بکنن و اگر برده رو نداشته باشند 60 روز کامل رو باید روزه بگیرند. یعنی هم قضا دارد و هم کفاره. یک روزی رو باید به عنوان قضا بگیرند و 60 روز دیگر یا 2 ماه دیگر رو باید به عنوان کفاره روزه بگیرند و اگر توانایی روزه رو نداشته باشند باید 60 مسکین غذا بدهند. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن، گفتن که خانمشون فوت کرده و دختری داشتن که پیش پدر خانم و مادر خانمشون نگه داشتن و دخترشون 7 ساله هستن و الان گفته خواستن که حضانتش را خودشون، یعنی خود پدر بر عهده بگیرد، اما پدر خانم و مادر خانم از این قضیه ناراحت هستن. سوالشون این است، گفتن که تا چند سالگی پدر میتواند حضانت طفل را بر عهده بگیرد؟ تا زمانی که بچه در واقع کوچک هست نیاز به مراقبت داره که معمولا مردها در این زمینه تخصصی رو ندارند و بیرون از در واقع منزل میروند. این حضانتش برمیگرده به زنها، یعنی همون مادر خانومیشون یا خانم‌های دیگری که وجود دارند. بهتر است که این افراد حضانت رو بر عهده بگیرند. اما بعد از این که دختر یا پسر در واقع بزرگ می شود و خود پدر مستقیما میتواند که از اون مراقبت بکند یا اینکه در منزل پدر یا با نامادریش میتواند که زندگی بکند، از نظر شرعی حضانتش برمیگرده به خود پدر هست. و این گونه موارد را خصوصا وقتی که پدر و مادری، یعنی پدر و مادر خانم شما در صورتی که یعنی این بزرگواری رو کردند، این دختر شما رو بزرگ کردند تا حالا و پرورش دادند و الان یک نوع دلبستگی به اون دارند، عادت کردند به اون، در این گونه موارد اولاتر و بهترین است که شما در واقع به گونه‌ای عمل بکنید که هر دو طرف راضی باشند و با یعنی صلح بشوند، نه اینکه مجبور بشید که حکم شرعی، حکم قاطی رو در این زمینه اعمال بکنید. اما از نظر شرعی وقتی که پدر توانایی حضانت رو داشته باشد و کودک هم به اندازه‌ای هست که نیازی به زنی نداره در این زمینه و خود پدر یا نامادریش میتوانند از اون مراقبت بکنند، در این صورت پدر از دیگران اولاتر هست برای حضانت فرزندش. سپاسگزارم از شما. در اینجا اتاق فرمان نیست، خواهش میکنم که شما تماس بینندگان رو دوباره زیرنویس بکنن و بینندگان باز تکرار میکنن لطفاً از طریق گوشی تلفن به صحبتتون ادامه بدید و همچنین سوالاتون رو به صورت مختصر و آماده داشته باشین. بیننده دیگری پرسیدن که آیا میشه نماز وتر روشش رو خواستن بپرسن که با یک سلام 3 رکعت بخونن بهتر است یا 2 رکعت بخونن و بعد سلام دهن و یک رکعت دیگر بخونن؟ هر دو صورت ثابت هست. 3 رکعت وتر را که عموم فقها این رو ترجیح دادن، یعنی از صورت‌های دیگر وتری که وجود دارند که 1 رکعت وتر یا 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت، 9 رکعت، این 3 رکعت از نظر شرعی و اکثر فقها اینو ترجیح دادن، یعنی اقل در واقع کمال هست و بهترین روش این 3 رکعت است که انسان نماز وتر رو 3 رکعت بخواند و این 3 رکعت به 2 گونه ثابت شده که 3 رکعت با 1 سلام بخواند یا اینکه 3 رکعت رو با 2 سلام بخواند. هر دو از نظر شرعی اشکال ندارد که 2 رکعت بخوانید، اول سلام بدهید و بعد از آن بلند بشوید 1 رکعت دیگر بخوانید، یعنی به صورت شفع و وتر باشد، یا 3 رکعت بخوانید و با 1 سلام و 1 تحیات باشد.
باشد. 3 رکعت با 1 سلام و 1 تحیات باشد. اما همین که 2 رکعت باشد، یعنی 2 رکعت جداگانه بخوانید، 1 رکعت رو جداگانه، یعنی در بعد از 2 رکعت سلام بدهید، 1 رکعت دیگر جداگانه بخوانید، این اولاتر و بهتر است. و در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تفاوتی که در یعنی 3 رکعت هست این هست که 3 رکعت رو با 1 سلام و 2 تحیات میکنند، دقیقاً مانند نماز مغرب میکنند. اما مذهب جمهور در این زمینه به روایات و عمل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیکتر است. جزاکم الله خیر. اولین تماس بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم. استاد گرامی، ما از تاجیکستان سوال می‌کنیم از شما. بفرمایید سوالتون. از استاد گرامی خواهش تمنا میکنیم که برای مردم تاجیکستان خوب و خوشرو بفهمونن. در مردم تاجیکستان ما یک رسم و عنعنه است که وقتی آدمیزاد از این دنیا وقتی سفر میبندد، فرزندهایشان میتوانند که همون خیر خدایایی که برگردنی همون فرزندها یا که فرض شده یا که مقصد خرج شده است، همون 3 بیگه ها و 40 و همخیلی سر سال معرکه ها هستند، همونو را مجبوران اشخلب باید که یک دروک شد که اشخلب خدایی کرده مردم را دعوت کرده یک دعا و فاتحه کنند در حق هم مایی. آیا امام اعظم در حیات خود فرزندای خودش را تعیین کرده که بعد فاطمه من را خدایی کنید یا که من را سبیعه کنید؟ التماس از استاد خواهش میکنم یک روشنی اندازه تا که مردم تاجیکستان ما از این فلاکت، از این بحران ها با آسانی رهایی یابند. در آخر از استاد گرامی دعا و تضرع میکنیم در حق مردم تاجیکستان دعا باشن. خیر تا آخر. سلامت باشین. تشکر از شما. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. 2 تا سوال دارم. سوال اولتون این که آیا کار در بانک های ایران حرام است یا نه؟ و اگر حرام باشد میتونیم در بانک پول بگذاریم یا نه و استفاده دیگری داشته باشیم؟ لطفاً در مورد بانک بیشتر توضیح بده. سوال بعدی. سوال دوم، من در یه شرکتی کار میکنم که کارش خدمات الکترونیک کارخانه به عنوان نصاب و تعمیر و پشتیبانی کار میکنم. به این شرکت 60% سهام متعلق به بانک صادرات میباشه و بقیه سهام متعلق به شرکت میباشد و به دلیل اینکه بانک های ایران ربوی هستند، آیا کار و حقوقی که میگیرم حلاله یا حرامه؟ و اگر حلال باشد آیا مساعدتی برای بانک چون به دلیل ربوی بودن آیا میشه یا نه؟ درست. سوال دیگه هم داریم؟ ممنون. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم استاد گرامی. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. استاد من یک سوال داشتم. بفرمایید سوالتون. سوال من همین بود که ما در اروپا هستیم و اینجا گوشتای رقم سودا میشه و ما اگر از این گوشتا مثلا گوشت گوسفند، مرغ، از گاو، ولی ما نمیفهمیم که حلال است یا حرام در رستورانت ها و یا در دکان ها. این سوال اول. و سوال دوم من این است که از ما مادرم نماز جمعه را پیش از نماز جمعه 10 رکعت نماز سنت که هستند اونا را بله بیننده گرامی بله ساعتون یکم قطع شد. مادرتون گفتیم پیش از نماز جمعه 10 رکعت نماز سنت میخواند. دنباله سوالتون؟ بله باز نماز جماعت که میشه بعد از نماز جماعت میاد خانه میاد. آیا این درست است یا نه؟ 4 رکعت سنت پیش از نماز و 6 رکعت سنت بعد از جماعت.
یعنی مادرتون کلا در حرکت قبل از نماز میخواند دیگه، درسته؟ بله قبل از نماز ولی بعد از نماز نمیخواند، بعد از جماعت جمعه. بعد از نماز نمیخواند. درست، در روز جمعه دیگه. بله در روز جمعه. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر استاد گرامی. سلامت باشین، تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. ما رحمت الله هستیم از خمسون زنگ زنید. بفرمایید سوال شریعتون. سوال شریع مثل من یک نفر بی سواد هستیم، ببخشید ما تفسیر قرآن هم حق داریم، مثلا ما قرآن میخوانیم با ترجمه فارسی. مثلا یک جایی که بیایه که مثلا پیش خود ما یک تفسیر بکنیم، مثلا خداوند در قرآن مثلا ذکر کرده که پاک را از ناپاک مثلا جدا میکنیم. حالا ما از این پاک ناپاک مثلا اینطور تفسیر کنیم که مثلا پاکش ناپاک مشخص است، مثلا صفش مثلا کافرها که هستن مثلا یا یهودی هست، اما این داخل مثلا اینجا که هستن داخل مسلمان ها مثلا منافقات هستن. من اینا را تفسیر کنیم مثلا ترجمه میکنیم، تفسیر اینجا تفسیر میشه یا نمیشه؟ اینطوری سوال اولی این تفسیر قرآن. درست. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر. سلامت باشین، تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم استاد گرامی، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. دو سوال داشتم. سوال اولتون؟ سوال اول من اینه که درباره مسح گردن می‌خواستم اگه یکم توضیح بدین مسح گردن چطوره؟ مسح گردن. بله. سوال دوم اینه که مثلا طلاق زور واقع میشه یا نه؟ طلاق زوری؟ بله طلاق مثلا به تعدید اصلا. درست. سوال دیگه هم دارین؟ خدا نگهدار. خدا نگهدارتون، تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی، صدای شما وصله. یکی لطفاً بلندتر صحبت کنید چون ما صداتون رو نمیشنویم. زاران تماسشون مشکل پیدا داره. سلام علیکم، برنامه